پیش از این سوال ها را جواب گرداندن، حدیثی در ذهنم آمد که جناب امام ابو هریره که حدیث متفق علیه، هم جناب امام بخاری هم جناب امام مسلم رحمت الله علیهما برای ما و شما در کتابهاشون آوردن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که اگر این ماه مبارک از روی ایمانداریش، از روی اخلاصش، از روی آنی که این فرموده الله است، از روی آنی که در داخل این پاداش ثواب زیاد است، اگر روزه بدارد، خداوند در عوض این ماه مبارک برادران و خواهران عزیز، چند سالی که ما مبتلای خطا و گناه باشیم همش به طفیل این ماه مبارک نابود میکرده است. یعنی نامه اعمال ما و شما را در صحیفه هایش که گناه ها کردیم، کمبودی ها کردیم، خداوند با طفیل این ماه مبارک نابود میگرداند. فقط شرطش همین، از روی ایمانداری، از روی اخلاص، از روی محبت، از روی آنی که الله این ماه را روزه داشتنش به گردن ما فرض گردانید و از روی آنی که در داخل این بسیار اجر بزرگ است. با همین نیت هر کسی ما اگر روزه داریم، خدای مهربان گناهان ما و شما را عفو و گناهان ما و شما را نابود میکرده است. از الله مهربان خواهان رسیم که خداوند نیت‌های ما را، مقصدهای ما را هم موافق این حدیث مبارک بگرداند. میایم برادران و خواهران عزیز به سوال‌ها. اینجا در دو سوال من شاید که یک 40 یا 50 دقیقه را وقت گیرم، برای همین ایرا من به نوبت دیگر میگذرانم که اینجا دو سوال آمده است خیلی وقتای زیاد در کار. یکم سوالش همین است که مرده میشنود یا نمیشنود، یا در قبر روح عذاب داده میشود یا جسم. این یک موضوع علاهیده. موضوع دویمی که در اینجا برای من سوال دادن از کی بودن دجال، یعنی از نشانه های آخر الزمان، نشانه های کلان. یعنی ما در آمدن قیامت یکی نشانه های خور داریم و نشانه های کلان داریم. انشاءالله من این نشانه های کلانی که آمدن دجال و بیرون شدن یعجوج و معجوج و همچنان بیرون شدن دابت الارض که این در سوره مبارکه نحل یعنی زنبور، خداوند این دابت الارض آورد، از حیوانی هست که خدای مهربان این را از داخل زمین بیرون میکند و این با مردم سخن میگوید و حتی نفرهایی را که به آیات قرآن اگر ایمان نداشته باشند میگه در بینی هاشون، بعضی روایت ها در پیشانی هاشون نویسانده میشود که این آدم ایمان ندارد، این آدم ایمان دارد. خدا خواهد من درباره اینها برای شما با مفصلا برنامه دیگه در خدا خواهد با سمع شما از روی خبرهای معتمدی که در کتاب آمده است و سمع شما ایرا میرسانم. الحال باشد سوالهای باقی را من میخوانم و برای شما جواب میگردانم. بابای حاجی میرزا درباره ابن تیمیه نقل میکردید که بعضی ها میگویند وهابی بود، بعضی ها میگویند که اون شخص عالم بود، از اهل سنت بود، بعضی ها میگن سلفی بود. خلاص همین شخصیت برای ما معرفی میکردید. برادران عزیز، این ابن تیمیه با همین ابن تیمیه بسیار معروف و مشهور است. این 1263 میلادی تولدش است و 1328 میلادی وفاتش است، یعنی همگی این 65 سال عمر دیدن. نام اصل این آدم احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام حرانی هستند. این حران همون شهری که در دمشق جای زیستشان بودن، این مقصد از همون دهه‌ای هست که این آدم از همونجا در همونجا تولد شدن و همین خاطر بسیاری وقت ابن تیمیه حرانی میگن. ولی شاگردهاش برادران عزیز و گرامی بسیار شاگردهای مشهوری داشت و مثال ابن قیم جوزی و شمس الدین ذهبی، همچنان ابن رجب حنبلی و ابن کثیر بسیار تفسیری معروف و مشهوری دارند. خلاص انا این اهل سنت و الجماعه هستند. حتی خدا رحمت کند بعضی از کتاب‌های معروف و مشهور ما و شما مثل حتی همین رد المحتار ابن عابدین شامی که این ابن تیمیه را همچون یک شیخ الاسلام میگوید یا عنوان شیخیش میتید. خب بعضی از دانشمندها او را همچون حافظ میگویند، عالم هم میشمارند. خلاص یعنی این آدم در کتاب‌ها همچون عنوان‌های عالم و حافظ و شیخ الاسلام و اینها را داراست. ولی برادران عزیز مذهبش مذهب حنبلی بود و در بسیاری از مسئله ها که مسئله های حتی همین گوییم رسیدن ثواب بر مرده، همچنان در باب زکات، همچنان در باب سه طلاقه،
بسیار با مذهب خودمان اختلافاش وجود دارد. از این لحاظ برادر عزیز، خیلی هر کسی که سوال کرده است برای شما اینقدر معلوماتش کفایت میکند، ولی من در اینجا ایستاده قید کردنیم که شکر الله مهربان در مذهبی که ما و شما قرار داریم، مذهب ابو حنیفه، خود حضرت امام ابو حنیفه و تمام شاگردهاش و مذهبش برادران عزیز، همه مسئله و مسائل هایی که برای ما لازم و درکار است، از کدام بابی که باشد اینا مهنت ها کردن، زحمت ها کردن، روی کتاب آوردن. از این لحاظ خواهش من همین است برادر عزیز که از داخل همین مذهب خودمان ما همه دلیل ها و حجت ها را یافته می توانیم. اگر مقصدهای شما مراجعت با این نفرها باشد یا مراجعت به دیگر مذهب ها باشد، ما ها برادران عزیز اگرچه ما تعصبی به مذهب ها نداریم، ما همه اینها را البته اهل سنت و جماعت میشماریم، هیچ کدام اینها را نمیتونیم گویا که اینها در راه خطا و در راه مقصد گناه رفتن، ولی گفتنی هستم که پیروی از مذهب خودمان برادران عزیز بسیار مهم است و بی‌نهایت ضرورت به سراغ دیگر مذهب و به دیگر شخصیت‌هایی ندارد. اگر چندی باز میگم که ما به نسبت هیچ کدام اینها برادران یگان بدبینی نداریم، ما همه اینها را میگیم خداوند از ایشان راضی باشد و خداوند اینها را رحمت و مغفرت کند، ولی شما هر مسئله را که اگر فهمیدنی باشین از داخلی مذهب خودمان البته گیرین، زیرا که من حاضر این سوال جوابایی که با شما دارم دانین که همه این از داخلی مذهب خودمان هست. خب سوال دیگری که اینجا آمده است، بابای حاجی میرزا گوید که نماز تراویح را از چند تا چند نفر می توانند بخوانند و با چند سوره می شود خوانده. نماز تراویح برادران عزیز و گرامی از زمره سنت های تأکیدی هست، یعنی اگر ما نماز تراویح را اگر نخوانیم البته برادران عزیز ما گناهگار میشیم، زیرا این هم از گویم سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با سنت های رسول الله با کردار پیامبر و با کردار اصحاب پیامبر ثابت است. از این لحاظ ما ها نمیتونیم که نماز تراویح را ترک کنیم یا اینکه نماز تراویح را از 20 رکعت کم خوانیم، ولی در عدد نفرهاش امروز که از بس که این وبایی که تمام سراسر عالم گرفته است و مردم همه در داخل خانه هستند، شما در داخل خانه هم میتونین تنها هم باشین خواندش میتونین، همراه فرزندا هم که باشین، همراه خانواده هم که باشین، فقط مردینه ها گویم بچه‌هاتون خب صف اول میستن، زنها اگر جماعت کردنی باشین در صف آخر میستن. با همین طریق یکی از شما مقصد از مردها یکی پیش میدارد و نماز تراویح را دو رکعت هر سوره را که میخوانین خواهرها و برادر عزیز اجازت است، ولی اگر خواهرای ما علاهیده هم که خوانند این ده هم رخصته. خب اگر شخصی گناهگار توبه صدقاً کند، سوال دیگر، ولی در سرش فکرهای بد آید از کارهای پیشتر کردهش، آیا گناهگار می شود؟ هر کسی که مبتلای گناه بود برادران عزیز و محترم، وقتی که گناهگار بود و لحظه آمد که دیگر از کردارهاش پشیمان شد، مقصد بسیار در دلش یک غم پیدا شد که حقیقتا من تا امروز کاری خطا کردم، کاری نادرست کردم، ضرور همین است که من باید منبع اینها را باید به بندگی خدا گذرانم، الله را از خودم راضی کنم. برادرای عزیز، ما وقتی این نیت در پیش داشتیم، بگذار عمرم با 50 باشد، بگذار 60 باشد، بگذار 70 باشد، خدای مهربان همیشه ما را گفت است لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من ناامید نباشید. و الله مهربان ما را به توبه کردن دلالت کرده است که اگر شما توبه کنید، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، پیامبر میگه کسی اگر گناه از گناههای کردگیش پشیمان شود توبه کند، مثل کسی هست که گناه نکرده باشد. از این لحاظ بسیار یک حاضر لحظه های خوبی هست، بسیاری برادرای هست، بسیاری پدرهای هست، بسیاری مادرها و خواهرای هست که شاید ابتدا از همین ماه رمضان کنند، گویند تا امروز خیر حقیقتا بی‌پروایی کردیم، بی اهمیتی کردیم، خب در غفلت بودیم، لیکن درک کردیم که بندگی خدا بسیار مهم بود است. الله مهربان خیلی ذات مهربان بود است که اینقدر سال بگیم از رزقی عطا کردش خوردیم ولی هیچگاه بندگیش هم نکردیم، هیچ وقت رازق و رزاقش هم نشناختیم، ولی خدای مهربان با همون دادگیش از ما کم نکرد. گفته اینها را در ذهنتون آوردین، رو به سوی خدا بیارین، الله همه گناههای شما را ان شاء الله موافق همین وعده ها میبخشد. عزیزای خدا میگم بازا هر آنچه هستی باز گر کافر و گبر و بت پرستی باز این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. 100 بار اگر توبه شکستی باز
ببین چقدر عزیزای خدا برای ما همه آن چیزی که من گفتم در این مصرها برای ما و شما آگاه کردن. ان شاء الله فقط شما صدقاً بیایید، شما توبه شکن نباشید، برای شما ان شاء الله قبول است. در دوام این سوال شد است آیا فرق از نجس یا نجیس چی فرق دارد؟ اینا همه مرادفند برادرای عزیز. خب یعنی نجس، نجیس، خبث، خبائث، ریجس، همه اینا معناش فقط به ناپاکی و همینا دلالت میکنه. همه یا مرادفند، اینا یگان فرق بین دیگر ندارن. بابای حاجی گوید که در ماه رمضان بیلیارد بیسوم بازی کردن ممکن است یا نه؟ سوال یکمش این بود است. در ماه رمضان فقط گویم برادر عزیز در حدیث های پیامبر یا تاکید فقهای اسلام من کردگیان از نردی بازی را من کردگیان، ولی دیگر بازی هایی که هستند مثال دمینا هست یا مثل برادر ما میگه اینا بیلیارد است و دیگر بازی هایی که هستند، اینا در مذهب خودمون اینها را مکروه تحریمی میگن. یعنی میگه وقت چه آدم باید بیهوده صرف نکنه. برادر عزیز این هم یه موضوع علایده است که من درباره وقت برای شما گپ زنم که وقت از همه چیز قیمت ترینی هست که ما در عوض یک کاری که 2 ساعت 3 ساعت آدمی هست که باور کنین از سحر تا نیم روز یا از سحر تا بیگاه به همین بازی ها مشغولن که وقت تا ضایع میکنی، وقتای تا از دست رفته است که این بسیار ارزش بلند داره. برای همین خاطر مذهب خودمون گفتند وقتی چیزی قیمت تا در برابر یک چیزی بگیم بسیار ارزان، یک کاری بسیار بیهوده وقتی صرف میکنی تو گناهکار میشه. از این لحاظ برادرای عزیز از این دیده حتی باور که 1 ساعت خواب کنید او بهتر است. از این دیده در یگان کاری که دیگر مشغول شین، یک صفحه کتاب بخونید. اصلا برادرای عزیز وقتی من کتاب میگویم عزیزای خدا میگه انیس کنج تنهایی کتاب است. بیشتر با کتاب مشغول شین. خواه کتاب دینی است، خواه کتاب غیر دینی است، هر چی باشد شما با کتاب خواندن مشغول شین، این کتاب بسیار لذت دارد، بسیار راحت دارد و وقت ضایع نمیکنی برادرای عزیز. در کتاب خواندن بسیار معلومات زیاد میگیری، بسیار گویم فهم کلان میگیری. از این لحاظ در راههای صرف کردن وقت این هست، نه شخمت و نه قرطه و نه دیگر بازی هایی که وجود دارد. سوال دیگری کرده است که شیعه گفته کدام مذهب داره؟ این شیعه چیزی که خودمون اهل سنت میگیم و الجماعه، با همین اهل سنت با خودش ببین مذهب ها داره، مذهب حنفی داره، مالکی داره، شافعی داره، حنفی داره. این شیعه هم بیانم یک طایفه، یک گروه را شیعه میگن و این شیعه ها هم با خودشون اینها با چند طریقه های مثال مذهب ها دارن و باز مقصد گروه ها دارن. از اینها بسیار گویم جدا شوی هاشون و طریقه بندی هاشون و ایناشون بسیار تباهی بده. برای همین برادرای عزیز و گرامی همیشه حرکت کنید که پیروی از اهل سنتی و جماعت داشته باشین. خب سوال دیگری آمده است. بابای حاجی میرزا گوید که برادر کلانی بالای برادر خردی چه حق دارد بیان میکنه. البته هر یک برادرایی که از ما کلانترن خاطری کلانتری، یعنی حقشون همین که و یا کلانتره. ما همیشه کلانترا را به این پیامبر نازل میگه که لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یوقر کبیرنا. از ما نیست گفتن یا محبای ما نیستن، پیروای من نیستن کیها؟ آن کسانی که به خردهای ما رحم نکنن، یعنی در نسبت فرزندکای خودمون وقتی اهمیت نمیتیم، تربیت نمیکنیم یا بالاشون بسیار یک سختی و ظلم میاریم، حضرت گفتن که این راه روش اختیاری شما معنای را دارد که تو از امت من نیستی، تو از پیروی دین من نیستی. و دیگر و یوقر کبیرنا، کسانی که کلانترهای ما را احترام نمیکنن، به قدر کلانترهای ما نمیرسن، ویم از امت من نیست گفتن. و این خاطر کلانتر خواه برادرت است، خواه از او با گویم خواهرت است، اپت است کسی باشد، وقتی عمرش که کلانتر باشد وای باید که احترام داشته باشد. یعنی همیشه در پیش او آداب رعایت کردن.